شروع از امروز سنه 1 نوامبر ایمونیزاسیون آغاز گردید. آن بر ضد بیماری‌های پنیومونی، سپسیس و مینینگیت میباشد. یعنی آغازان از امروز موافق تقویم ایمونیزاسیون جمهوری تاجیکستان واکسیناسیون با واکسینه پنیوموکوک کانجوگات شده بین کودکان شروع شد. واکسیناسیون با کودکان سنی 2-4 ماه و 1 ساله گذرانده می شود. مقصد پیشگیری بیماری‌ها و حاصل نمودن ایمونیته بر ضد پنیومونی، سپسیس و مینینگیت است. این خیلی که میدونید بیماری پنیومونی یکی از برانگیزنده‌هاشون پنیوموکوک میباشد که این خیلی خطرناک میباشد. بعد بیمارشوی آن میتواند به آرزه‌ها آورده رساند. برای پیشگیری کردن همین بیماری که برانگیزنده‌اش پنیوموکوک میباشد واکسینه پنیوموکوک وارد کرده شده است. تحلیل‌های متخصصان فیلیالی مؤسسه دولتی مرکزی جمهوری ایمونوپروفیلاکتیکا در ولایت سوغ نشان می‌دهد که به این بیماری بیشتر کودکان تا 5 ساله گرفتار می‌شوند و آرزه خوب ندارد. اگر سری وقت معالجه نشوند احتمال به فوت آورده می‌رسانند. در ولایت سوغ بنا به تحلیل‌ها دوم 9 ماه آخر 2127 حالت به بیماری پنیومونی گرفتار شدند. از این شماره 29 حالت فوت به قید گرفته شده است. فوت بیشتر از حساب کودکان تا 18 ساله صورت گرفته است. چنانچه که به همگان معلوم است در سراسر جهان سیرویتی پنیوموکوکی یکی از مشکلات‌های جدی سلامتی جمعیتی به حساب می‌رود. سیرویتی پنیوموکوکی باعث زیادشوی بیماری‌های وزنی اینوازیوی با مانند مینینگیت، سپسیس و پنیومونی، همچنین بیماری‌های سبکتر با مانند هپاتیت گوشه میون، سینوسیت و برانکیت می‌گردد. از روی نتیجه‌های بهادی سازمان امور جهانی تندرستی همه ساله در جهان بیش از 500,000 کودکان سنی تا 5 ساله از بیماری‌های پنیوموکوکی می‌فلتند. علالخصوص کودکان سنشان تا 2 ساله. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان با مقصد کاهش دادن بیماری‌های پنیوموکوکی در بین کودکان خردسال جمهوری تصمیم گرفت که واکسینه پنیوموکوکی را به تقویم ملی ایمونیزاسیون وارد نماید. در جمهوری تاجیکستان دوم 5 سال گذشته برای وارد نمودن واکسینه ها بر ضد بیماری های گوناگون با سازمان عمومی جهانی تندرستی همکاری ها را زیچ به راه ماندند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در همکاری با این سازمان واکسینه مذکور را وارد نمود. متخصصان این نهاد اهالی کشور را دعوت میکنند که از امروز آغازاً به مؤسسه های طبی جای زیست مراجعت نموده کودکانی از 1 سپتامبر سال 2022 تولد شدند ماه نوامبر 2022 2 ماه میشوند به ایمونیزاسیون بر ضد سیرویتی پنیوموکوکی فرا گرفته شوند. اگر از روی امور بینیم اگر تا سنی 5 سالگی پنیومونی در بین کودکان تا سنی 5 سالگی بسیارتر دیده می شود و آرزه آن می تواند به فوت آورده رساند و برانگیزنده آن بسیارتر وقتی که تحلیل میگذارونند پنیوموکوک می باشد. برای همین این واکسینه رو وارد کرده ایستادند که بر ضد همین پنیوموکوک مبارزه بتوانند. حالا بر ضد بیماری پنیومونی 76600 وایه واکسینه وارد شده است که نزدیک 60000 کودکان ولایت سوغ که تا 1 ساله می باشد باید به این واکسینه فرا گرفته شوند. بعد فراگیری آنها ایمونیته حاصل می کنند. گفته می شود که واکسینه که استحصال دولت بلژیک است به طلبات و معیارهای سازمان عمومی جهانی تندرستی جوابگو است. یعنی واکسینه مذکور دارای سرتیفیکات سازمان عمومی جهانی تندرستی است. مقصد پیشگیری بیماری و فوت از آن بین کودکان می باشد. گزارش مفنوش کور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.